استعرض تاريخ منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش مر الله پروردگار عالمیان را. درود و سلام بر سید پیغمبران محمد، عائله ایشان و تمام صحابگانشان. ای الله، به ما چیزی را آموزان که برایمان منفعت آور است و به ما نصیب گردان که از شنیده هایمان برای خود نفع حاصل کنیم. علم ما را افزون بگردان، ما را به راه راست هدایت کن و ما را کسانی بگردان که دیگر آدمان را به این راه روانه می سازند. ای الله، مایان را بنده های صالح بگردان. ما شما را با سلام اسلامی مبارکباد میگوییم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما از آن شادیم که با شما برای بررسی مسئله دیگر مسلمانان وا میخوریم. مسئله که ما میخواهیم دیده برایم موضوع اجتهاد، یعنی غیرت در برآوردن احکام شرعی در اسلام است. معلوم است که طبق شریعت اسلامی یعنی فقه، مردم به دو گروه تقسیم میشوند. به گروه یکم مردم عادی داخل میشوند که در اعمال خود به فقیه اسلامی و مجتهد، یعنی آنهایی که در مسئله های شرعی حکم میبرند، پیروی میکنند. و گروه دوم آدمان خود فقیه و مجتهد داخل میشوند که قابلیت برآوردن حلها عاید به مشکلات پیش آمده را دارند. با واقعیت بشریت نظر افکنده میبینیم که به میان آمدن معماها و مسئله های نو پی در پی به عمل می آید و در این بابت حد مقرر کردن ممکن نیست. ما به اجتهاد نیاز داریم، چنانکه جسم برای زندگی به روح نیاز دارد. به اجتهاد حیات مسلمانان باز می ایستد و ضعیفی صفت آنها می شود. به دلیل ترک اجتهاد آنها نمی توانند راه حل مشکلات خود را پیدا کنند. وقتی که مشکل اقتصادی به میان می آید، ما به متخصصان دولت های که با اسلام دشمنی دارند مراجعت میکنیم. ما از متخصصان این دولت ها خواهش مینماییم که به ما نشان دهند که معماهای معارف و معماهای سیاسی و اقتصادی را چطور حل کردن لازم است. وقتی در امت قابلیت اجتهاد از بین می رود، ناتوانی در برآوردن حل ها به حالت طبیعی تبدیل می یابد. والاجتهاد عند الفقهاء وعند اهل العلم، عالمان و فقیهان گفتند که اجتهاد این تلاش برای از دلیل‌های شرعی استنباط نمودن احکام شرعی می باشد. بمعنى ان الفقيه المجتهد يدرس القضايا التي بين يديه دراسة دقيقة ليقف على، یعنی مجتهد مسئله را با دقت آموخته، سپس نصوص شرعی را بررسی می نماید که به این مسئله مربوط می باشند. فيستنبط الحل من النصوص الشرعية فيقول هذا هو الحكم الشرعي لهذا الحدث. سپس از نصوص شرعی حکم مسئله آموخته‌اش را به دست می آورد. ان الاصل في الافعال هو التقيد في الحكم الشرعي، عندئذ يتقيد. از این رو عالمان قاعده را مقرر کردند که اساس در عملها محدود شدن با احکام شرعی است. وبهذا التعريف وبهذه الصورة نجد ان الاعتماد على الفتاوى، وقتی که ما درباره اجتهاد چنین معلومات پیدا میکنیم، میفهمیم که اگر مسلمانان به فتواها تکیه کنند ضعیف میشوند. وحتى يزال اللبس في هذه القضية، حتى لا ينصرف أذهان الناس لأي أمر آخر، نقول الفتوى وعدم اللجوء إلى الفتوى ما استطاع الناس هو نعني به أن الفتاوى في العصور والعهود السابقة، فتواهایی که در عصرهای گذشته در زمان مجتهدها داده می شدند برای حل مسئله هایی که جامعه در آن زمان روبرو می شدند همچون رأی شرعی از نصوص استنباط شده خدمت می کردند. لذلك هم درسوا مشكلاتهم في زمانهم. این مجتهدان مشکلات آن زمان را، یعنی مشکلاتی را که آدمان در آن زمان دچار می شدند می آموختند و برای آنها احکام شرعی استنباط می نمودند. فهي تختلف اختلافا كليا ودقيقا. در خصوص مشکلات امروزه باید گفت که آنها از مشکلات پیشتره و آنچه که آدمان در عصرهای گذشته با آن دچار شده بودند به کلی فرق میکنند. از این رو غالبا فتواهای علمای پیشین به طلبات و مشکلات زمان ما جوابگو نیستند. کوشش این فتواها را به مسئله های معاصر موافق کناندن باعث دشواری‌های کلان گردید. فعلى سبيل المثال
عندما مثلا وقتی که بعضی آدمان ادعای جایز بودن گرفتن کمک کافران را میکنند و آن رأی فقیهان اشاره مینمایند که از دلایل شرعی ولی برای واقعیت و شرایط خود استنباط شده بودند. من النصوص الشرعية في زمانهم لوقائع معينة كانت دولة الإسلام قائمة وكان المسلمون يخوضون. وقتی که مثلا مسلمانان دولت اسلامی داشتند و برای ضبط کردن قلمروها جنگ میکردند، در زمینهای نوفتح شده آدمای زندگی میکردند که خواهش پیوستن به ارتش مسلمانان را اظهار میداشتند. فهل يجوز للجيش الإسلامي في الدولة الإسلامية أن يقبل أفراد من هذه الدول من رعايا؟ اینجا سؤال به میان می آمد که آیا ارتش دولت اسلامی می تواند افراد کافر را به صفهای خود بپذیرد تا در برابر مسلمانان بر ضد دشمن بجنگند؟ الآن أن يأتي أحدنا في هذه الأيام وينقل تلك الفتوى في ذاك الزمان. عالم و مجتهد آن زمان در پاسخ گفته است که در چنین وضع کافر می تواند به ارتش مسلمانان بپیوندد. امروز عده از آدمان این فتوای را که عالم آن زمان داده است و واقع امروزه تطبیق نموده میگویند برای ما روا است که برای نبرد از ارتش امریکا و فرانسه و روسیه کمک بپذیریم. آنها چنین میگویند، حالانکه واقعیت این است که مسلمانان یاری طلب کننده افراد هستند و جانبهای یاری دهنده صاحبان قدرت بوده، تصمیم گیرنده محض آنها میباشند. فتوای در آن زمان داده عالم با واقعیتی که ما در آن زندگی داریم موافقت نمیکند. این فتوا در مسئله قبول کمک از افراد کافر و مسئله قبول کمک از ارتش ها مثل ارتش امریکا موافقت نمیکند. با بهانه قبول کمک از امریکا پایگاه های ایمه ساخته شده، زمین های مسلمانان ضبط کرده شدند. اذن الفتوى مقبولة عندما تكون الحوادث متطابقة. قبول فتوای عالم در هر مسئله جایز است اگر آن به واقعیت یک خیله تطبیق شود، اما اگر وضعیتی که در آن فتوا صادر شده بود و وضع کنونی مانند نباشد و فقیه پیشینه حتی به احتمال ایجاد چنین شرایطی که امروز ما در آن زندگی داریم گمان نداشته باشد، پس تطبیق فتوای او به واقعیت امروزه ما تطبیق ناجا خواهد بود. در بعضی موردها باشد وقتی که ما دعوا کنیم که این یا آن عالم به ما این و آن را اجازه داده است، معلوم خواهد شد که ما با او تهمت زده ایم. پس حالا ما باید چیکار کنیم؟ ما باید نصوص شرعی را آموزیم تا از آنها احکام شرعی را عاید به مسئله های نو به نو استنباط نماییم. نادرست است اگر بگوییم که سازشنامه وادی العرب و سازشنامه کمپ دیوید و صلح حدیبیه مانندند. اینک ما باید برای معماهای معاصر احکام را استنباط نماییم. برای همین هم ما به اجتهاد نمودن محتاج هستیم. هنگامی که مسلمانان به اجتهاد دست میزنند، آنها به دستاوردهای بزرگ نائل میگردند. بعضی آنها را میآریم. اجتهاد در مسلمانان طریقت تفکر را یعنی عقلیه را تشکل میدهد. آن به ما تعلیم میدهد که چگونه باید فکر راند. فتوا باشد به ما این را نمیآموزاند. اگر در امت پیروی کورکورانه یعنی تقلید از علما پهن شده غالب باید و وی در حل مشکلات خود به آن تکیه کند، چنین تقلید امت را به نابودی میکشد. اجتهاد مسلمانان را از گمراهی نگاه می‌دارد. اگر اجتهاد انجام داده شود، مسلمانان می توانند سخنان شنیدهشان را با کتاب الله و سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم مقایسه کرده و این وسیله حق را از باطل جدا نمایند. اجتهاد به ترتیبی ها را که ما امروز در مسئله های فقه می بینیم پیشگیری می کند. ما می بینیم که به یک مسئله هم آنهایی که می توانند جواب دهند و هم آنهایی که نمی توانند از یک سر جواب می دهند. لذلك الاجتهاد هو الذي يحول دون الفوضى الفقهية. اگر اجتهاد صورت گیرد، ما به مشکلات نو پاسخ میگیریم. بسیار مشکلات های نو به میان می آیند که پیش وجود نداشتند. مگر سازمان های چون سازمان ملل متحد، شورای امنیت و لیگ کشورهای عرب به ذهن ابو حنیفه، شافعی، مالک و ابن حنبل آمدند؟ هل كانت الشركات المساهمة والبورصات موجودة حاضرة في أذهان؟ مگر علمای سابق از جمعیت‌های سهامی و بیرجه ها آگاه بودند تا در این مسئله ها از فتواهای ایشان حرف زده شود؟ فيقينا لابد من اجتهاد. لابد من اجتهاد حتى نقف. البته ما باید اجتهاد کنیم تا حکم شرعی را که از وحی الله متعال سرچشمه میگیرد بدانیم. فلا نكون مطية لغيرنا
فنمرر مشاريع الكفر. اجتهاد لازم است تا در ترغیب طرح‌های کفر و استناد به فتواهایی که با واقعیت نو موافق نمی‌کنند بازیچه دست دیگران نشویم. فالاجتهاد لازم للمسلمین. مسلمانان به اجتهاد نیاز دارند چنان که جسم به روح نیاز دارد. از الله متعال میپرسیم که در دین به ما فهمیش عطا کند و در پهن کردن آن به طرزی که او میخواهد ما را مدد کند. تماشابینان گرامی، اگر خواهید که نوارهای ما زود و بردوام برآیند پس زیر کردن تکمچه لایک را فراموش نکنید. البته در شبکه ما ابونه شوید و ویدیوهای ما را به دیگران برسانید، زیرا رساننده مثل عمل کننده صاحب مکافات میگردد.